داستان‌های واقعی از اعترافات شما هر شب ساعت 11 از کانال تلخ و شیرین با ما همراه باشید. Subscribe now. امروز تصمیم گرفتم داستان خودم و مامانم رو براتون تعریف کنم. البته نه ماما وطنم، ماما نازیمه. حالا در ادامه داستان متوجه میشین که منظور من چیه. بچگی من و ماما فاطمه بچگی عجیب و غریبی نبود. همونطور که همه مادرها پسراشون رو دوست دارن، مامان فاطمه منم عاشق نبود. همیشه منو دوست داشت، همیشه به محبت میکرد. الان که دارم به اون روز بچگی فکر میکنم، تنها چیزی که یادم عشق و محبت دوست داشتنه. ما یه خانواده خیلی خوب بودیم. پدر و مادر من از زمانه قدیم عاشق هم شده بودن. واقعا همدیگه را دوست داشتن و عشقشون رو تا آن روز حفظ کرده بودن. من از خانواده‌ای که داشتم راضی بودم. هم طرف نسل جدید که الان میگن ما هیچ وقت دوست نداریم به گذشته برگردیم، من همیشه دوست دارم به گذشته برگردم. به اون زمانی که مادر و پدرم با هم دیگه خوب بودن. من یه پسر شاد و خوشحال بودم. توی خانواده‌ای که بودیم همیشه خنده به پا بود. اصلا از این خانواده ها نبودیم که بخوایم جنگ و دعوا و اینطور چیزا داشته باشیم. ولی خب شادی هر خانواده یا حد و مرزی داره. به نظر من بعد از این مدت تمام خانواده ها دچار چالش هایی میشن که خانواده ما هم از اون چالش ها خارج نبود. با توی خانواده اون مشکلی نداشتیم تا این یک قضیه ها به خاطر پدر من اتفاق افتاد. بعد از چند سال پدر من آدم هیزی شده بود. وقتی که میرفتیم به جایی همش به اندام خانواده نگاه میکرد. نه خوب متوجه میشدم که عقایلش مامانم چیزی بهش نمیگه و به روی خودش نمیاره. ولی بعد از یه مدت مامانم بالاخره دهنش رو باز کرد و شروع کرد طولش آوردن که چرا انقدر هیس شدی و چرا این کارا رو میکنی. پدرم اول زیر بار نمیرفت. اما بعد از گذشت یک مدت اختلافاشون شروع شد. دیگه با هم دیگه جر و بحث میکردن. مثلا توی روز عادی میرفتیم چه خیابون خرید کنیم که میدیدیم بابام داره به یه جای خانم‌های دیگه نگاه میکنه. تا مادرم اندازه رو برنش می‌آورد، بابام تو خیابون داد و بیداد جا انداخت که وای خاک تو سرت کنم، من همچین آدم نیستم، تا برای منو بودی. البته از هر نگذریم مادرم هم کمی حساس شده بود. ولی خب به هر حال این اختلافات بین خیلی از زن و شوهران هست، ولی مشکل از جا شروع شد که روی پدر و مادرم هم به هم دیگه باز شد و این قضیه خیلی چیزا رو خراب میکرد. پدرم بعد از اینکه دید حریف مادرم نمیشه یه مدت تصمیم گرفت درست رفتار کنه، یا حداقل تصمیم گرفت جلوی مادرم درست رفتار کنه. ولی این درست رفتار کردن طول خیلی زیاد نکشید و دوباره یه روز مامانم ماچه بابام توی خیابون گرفت. بابام رفته بود میوه بخره و اتفاقا مامان هم سوپرمارکت بغلش بود که میاد بیرون و نه بابام داره با یه خانمی دست میزنه. متاسفانه پدرم استارت گند زدن به خانواده‌مون رو زده بود. هرچی مادرم بهش میگفت نکن، ما بچه داریم، سر تو زندگی خودت باشه، مگه من برات کمم، مگه من برات کم میذارم. من که همیشه زن خوبی برای تو بودم. من که همیشه توی نداری و داشتن تو هر شرایطی که بوده ساختم. پدرم مبایدش باش راه میومد ولی دوباره نه. بعد از گذشت این اتفاقات پدر و مادرم دیدم که دیگه نمیتونه با هم دیگه سازش بکنه. اون روزای تلخی بود. بعد از چند بار دعوای شدید که کارشون به کتککاری هم کشیده بود، پدر و مادرم تصمیم گرفتن که از هم دیگه جدا بشن. جدا شدن پدر و مادرم طولی نکشید و سریع اتفاق افتاد. به همون نسبت که جدا شدنشون سریع اتفاق افتاد، یه حال بعدم خیلی سریع توی وجود من رفت نکرد. دیگه نمیتونستم بفهمم.
چیزی که من یادمه یه خانواده شاد بود که ما داشتیم. یه خانواده که همیشه میخندیدیم، همیشه دور هم بودیم. ولی پدرم اینو از من گرفته بود. حالم اصلا خوب نبود. نمیدونم چطور، ولی فقط میگذروندم. توی غرق همین حال بدم بودم که مامانم خبری بهم داد که حالم چند برابر بدتر و بدتر شد. یه روز که رفته بودم ببینمش و به سر بزنم، بهم گفتش که قصد داره مهاجرت کنه و برای همیشه از ایران بره. اولش فکر میکردم داره شوخی میکنه. فکر میکردم داره یه چیز میگه که بفهمیدم، ولی فهمیدم نه، قصدش جدیه. مامان فاطمه راستی میخواست از ایران بره. بخواست بره و روسیه زندگی کنه. از اول جوانیشم رویای روسیه رو داشت و حالا که از بابام جدا شده بود به نظرش رسیده بود که این کار دقیقاً وقتش همه الان. خب روزای سختی بود، ولی به هر طریقه بود گذراندمش. وقتی که مامانم از ایران رفت حال ما بدتر و بدتر شد. تا 3 سال بعد ارتباط من و بابام ارتباط خیلی بد و ناخوشایندی بود. خیلی بد که نه، یعنی با هم حرف نمیزدیم، سر یه سفره نمیشستیم و غذا نمیخوردیم، با هم بیرون نمیرفتیم. بابام درگیر اشغال و کثافتکاری خودش بود. اصلا دلم نمیرسید. اصلا به من اهمیت نمیاد. جستشو بخوایم منم دیگه این قضیه برام مهم نبود که بخوام بروش بیارم. منم اهمیتی نمیدادم. اون زمانا تنها چیزی که بهم دلگرمی میداد این بود که هر وقت مامان میتونست با هم صحبت کنه یه ویدیو کار میگرفتیم و با تماس تصویری با من حرف میزدم. از جای قشنگ اونجا به من نشون میداد. به این میگفت از من پردیه اینجا. راستشو بخوایم خودم هم بدم نمیومد. دوست داشتم برم و با منم زندگی کنم. حالا نه این که بگین این افکار بچگانه خیلی چیه تو چقدر مامانی این حرفا چیه میزنی، ولی واقعا کنار پدرم زندگی کردن به من عذاب میداد. نمیتونستم جای زندگی کنم تا حالم خوب باشه. توی اون روزا یادم تنها چیزی که توی زندگی من بود یادم بزرگ و شدید بود. نه صرفا به خاطر اینکه مامانم رفته خارج، نه صرفا به خاطر اینکه مادر و پدرم از هم دیگه جدا شدن. حالا من سر خیلی چیزا خوب نبود. سر اینکه یه رفیق نداشتم که باهاش درد دل کنم. سر اینکه همه بهم گفتن حسام چقدر تو خودت داری افسردگی میگیری. پاشو برو بیرون بگرد، خوش بگذر. ولی دوست نداشتم که برم. اتفاقی که افتاده بود این بود که روز به روز داشتم احساس بدتر نسبت به بابام پیدا میکردم. تنفرم داشت روز به روز از بابام بیشتر و بیشتر میشد. تا اینکه یه خبر جدید دوباره گند زد به حال بعد منو بدترش کرد. مامانم توی روسیه با یه پسر به اسم اریک آشنا شده بود. اریک چند سالی از مامان من کوچیک‌تر بود. که یکی از تماس‌های تصویری بهم گفتش که قصد داره با اریک ازدواج کنه. دوباره خبرش باورم نشد. ولی وقتی که تایید کرد که واقعا مرد خوبی و میخواد باش ازدواج کنه، با خودم گفتم خب اوکی، مشکلی نداره. ولی دوباره یه حرف زد که اون حال بدتر و من بدتر شد. آنم گفت دیگه هیچ وقت نمیخواد برگرده ایران. این قضیه بود که ضربه اساسی توی اون روزا به من زد. همونم با هم راحت صحبت میکرد و میگفت ببین حسام، تو دیگه داری بزرگ میشی. دیگه بچه نیستی که بخوای ناراحت بشی و بشینی گریه کنی. تمام هدفت باید این باشه که از اون کشور خارج بشی و به جای من. تو هم باید مهاجرت کن. میای اینجا برای کار خوب پیدا میکنیم، یه شغل مناسب، یه خونه خوب. اریک وضع مالیش خوبه، میتونه هوای جفتمون رو داشته باشه. منم اینجا کار کردم، پول خوبی دارم. برای که این حرفا رو شنیدم یه تصمیم خیلی جدی گرفتم و هدف من برای بزرگ شدن خارج رفتن خیلی جدی تر از قبل شد. از اون روز به بعد کلاس زبان ثبت نام کردم. خودم کار میکردم و خرج کلاس زبانم رو در میآوردم.
کلاس زبان روسی میرفتم تا بتونم زبانشون رو یاد بگیرم. تا حدودی داشتم زبانشون رو یاد میگرفتم. روز به روز قوی‌تر و قوی‌تر میشدم. متوجه میشدم که توی زبان استعداد خیلی خاصی دارم و چون علاقه دارم زودتر یاد میگیرم و چون که این هدفم هستم ترجیح میدادم که بهتر یاد بگیرمش. بعد از گذشت 1 سال دیگه توی زبان حرفه‌ای شده بودم. اتفاقی که توی اون 1 سال افتاده بود که با و دختر به اسم نازی آشنا شده بود. نازی 4 سال از من بزرگتر بود. بعد دیگه آدم‌ها که پولدار میشن دست میگیرن با دخترای جوان ازدواج کنن. از زنش جدا شده بوده دوست داشت که با یه زن 3 ماه ازدواج کنه. نازی رو چند بار دیده بودم. یه دختر خیلی خوشگل و معرکی بود. واقعا دل صمیمی بود. طولی نکشید که بابا و نازی با هم دیگه ازدواج کردن. ما حسد رفتم کیش. خونه ما خالی شده بود. منم راستشو بخوام شیطنتای سن و سال دوره خودم رو داشتم. از این مربوط به 1 سال قبل اون زمان من 20 سالم بود و نازی 24 سالش بود. بابا و نازی که داشتن توی کیشش خوار میگردن، منم که داشتم توی خونه خالیش خوار میکردم. کار درستی نبود در این مدت 24 نفر همزمان بوده معاشا بکشون رو میاوردم خونه. راستشو بخواین تأثیراتی که خانواده‌ام روی من گذاشته بودن باعث شده بود که توی روابطم تبدیل به یه آدم به درد نخور و مزخرف بشم. شاید ما فقط در خودم گول میزنم و یه توجیه نمیدونم. ما اثر بابام نازی خیلی زود تمام شد و برگشتم. رفتار نازی به شدت با من بد بود. غذای خوب جلوم نمیذاشت، لباسامو نمیشست، کلا رفتارش با هم بد بود. میدونستم هدفش چیه. میخواست کاری بکنه که من از اون خونه برم. خب راستشو بهتون منم نمیتونستم به بابام چیزی بگم چون هنوز ارتباطمون با هم خوب نبود. اتفاقی که توی اون زمان یادمه که پارسال میافتاد این بود که هر شب با نازی اشتباه میکرد توی خونه. یه شب نبود که اینا بتونن با آرامش کنار همدیگه بخوابن و همدیگه کار نگیرن. بابام یاد جوانیاش افتاده بود و هر شب تعطیل نازی رو میداد. صدای آه و ناله‌شون کل خونه رو پر میکرد. اصلا شعور نداشتن که من توی این خونه دارم زندگی میکنم. یه پسر 20 ساله و جوانه. شاید دارم بخواد. نمیفهمیدن دیگه. نمیفهمیدن و برش اهمیت نداشت. صداشون کل خونه هر شب برمی داشت. البته از حرف نگذاریم با اندون که نازی داشت بابام هر روز یک شب خود باشش باد کنه. بالا تنه بزرگ و سایز خفن، پایین تنه بزرگ، شکم تفت. نگم براتون از موهای بلند و صورت زیبا و چشای آبیش. واقعا زیبا بود. انگار روی عروسک ازدواج کرده بود. کلا مدلش اینطوری بود که دل همه رو میبرد. یعنی وقتی خانواده پدرم میومدن خونمون، عموام به بابام تیکی مینداختن که عجب زن ففری گرفتی. اون قبلت چی بود بابا؟ این خوبه، عشق و حالش رو ببر کیف کن. که البته این حرف منو خیلی عصبی میکرد. مادرم از زن فداکاری بود و فقط به خاطر هیزبازی بابام ازش جدا شد. حتی روی من داشتن راجع به زن جدید بابام تعریف میکردن و راجع به مامان من بد میگفتن. چند بار کاستن پیداشون وایسن ولی حوصله دعوا و جر و بحث نداشتم، برای همین بیخیال شدم. میدونید کلا آدم ها اینطوری که قدر خوب بودن رو تو نمیدونم. اصلا نمیدونم. یه مدتی شده بود که به نازی شک کرده بودم. مشغول شده بودم. وقتی که بابا خونه نبود خیلی توی اتاق خودش تنها بود. برام سوال بود که این دفتر روز توی خونه چی کار میکنه. برای همینم یه روز رفتم و از پشت در اتاق سعی کردم گوش بدم و ببینم چیزی متوجه بشم یا نه. که فهمیدم بده. داره وایس میده و توی تلگرام با یکی چت میکنه. اونجا بود که متوجه شدم نازی خانم دوست پسر داره. بچه در زمین گیرده. همون کاری که بابام با مادرم کرد زن جدیدش داشت باش انجام میداد. قشنگ فهمیده بودم که نازی دوست پسر داره ولی روی خودم نیاوردم. گفتم به من چه؟ زنگ یه روز
که از باشگاه برگشتم خونه متوجه موضوع عجیبی شدم. خونمون یه بوی عجیبی میداد، مثل همیشه نبود. وقتی که خونه رو گشتم و یه سری تحقیقات انجام دادم، بعد متوجه شدم که نازی کسی را آورده بود خونه، همون دوست سرشو. راستشو بخواین هر چقدرم که از بابام متنفر بودم، به خودم گفتم درست نیست که نازی این کار بکنه. رفتم در اتاقش در زدم و رفتم داخل. شروع کردم به تهدید کردن و گفتم اگه یه بار دیگه بفهمم همچین غلطی رو کردی، مطمئن باش که این قضیه رو به بابام میگم. کلاً زیر بار نرفت. اصلا قبول نشد که همچین کار کرده. خیلی بی‌تفاوت رفتار کرد که مثلا منم بگم خب اگه من برم به بابام بگم خودم زایم بشم. بجن چی میگه؟ با خودم گفتم حتما دفعه بعد یه مزاحی جور میکنم تا دهنشو ببندم. اولش فکر کردم که خودش ترسیده و دیگه قرار نیستش که این ماجرا تکرار بشه، ولی من اشتباه فکر میکردم. دوباره این قضیه تکرار شد. فکر میکردم که نازی با دوست پسرش قطع رابطه کرد و آدم شد و سر ابر اومده و میخواد با پدرم درست زندگی شروع کنه، ولی اشتباه فکر میکردم. دوباره یه روز که با دوستم از باشگاه آمدیم، البته اینو بهت دوست من ماشین داشت و اسمش محمد بود. من و محمد هر روز میرفتم باشگاه و محمد لطف میکرد و منو تا خونه میرسون. تو محض اینکه جلوی در خونه رسیدیم، محمد گفت این آقای که داره از خونه‌تون میرود. آقا خونه ما ویلایی بود. گوشی ما در آوردم و شروع کردم به فیلم گرفتن. به محمد گفتم راه بیفتم برش. آن ما راه افتادیم آدرس خونه‌شم پیدا کردیم. یه پسر سوسول بالا شهری. از این بچه پول داره یا خانواده‌اش بعدشون میدم بود. البته فکر میکنم که اینطوری بود. وقتی برگشتم خونه به نازی گفتم ما یادآور نبودیم کاراتو تموم کنیم. نازی سریع گارد گرفت که من که کاری نکردم این داستانا. بیا ویدیو کالای منو چک کن، بیا تماسای منو چک کن. چی داری میگی؟ بیا اصلا تلگرام گوشی من دست تو. دیگه گوشیمو در آوردم و فیلمو چهره طرفو بهش نشون دادم. نه این ساختگی من نمیتونم این چیه داری دروغ میگی. گفتم اون چه؟ وقتی همه چیو به بابا گفتم مشخص میشه که من دارم دروغ میگم یا نه. من دارم دروغ میگم دیگه. مشکل نیست، من میرم و این فیلمو میذارم جلوی بابا. وای که نمیدونم این چه استرسی گرفته بود. وقتی فهمید که من میدونم دوست پسر داره و بهش گفتم که همه چیو به بابا میگم، اتفاق عجیبی افتاد. همینطور که داشتم از در خونه بیرون میرفتم بهم گفت حسان نمیدونم تو چند وقت منو دید میزنی. اگه بابات نگی از خجالتت در میام. تو چشم شروع کردم و گفتم چجوری از خجالتم در میه؟ بهم گفت میتونم از آقا بهت حال بدم. میدونم که عقب منو دوست داری. بعدش آمد و دست منو گرفته بود روی تخت خواب. شروع کرد به بوسیدن من. آرمارون شلوار منو در آورد و با دهنش شروع کرد برای من بی. بعد از چند دقیقه واسه خودشو در آورد. روی تنک دراز کشید و پشتش جلو من گرفت و گفت مال توه، هر کاری که میخوای باش بکن. نزدیکی یه رو با نازیش حال کردیم. البته اینو بهتون بگم که خیلی راضی نبودم این کارو بکنم، ولی شما هم اگه توی شرایط من قرار میگرفتیم و تحریک میشدین مطمئن باشین این کارو میکردیم. از اون روز به بعد من و نازی دوست شدیم و تا الان ارتباطمون ادامه داره. هر از گاهی با هم دیگه اشغال میکنیم. نازی هم اجوری از من خوشش اومده. هنوز زبانم کاملا حرفه‌ای شده، ولی بین یه موضوعی خیلی گیر کردم و دو دارم که لازم گرفتم این داستان رو برای شما بنویسم و شما توی کامنت من رو راهنمایی کنید. نمیدونم به خاطر نازی که ایران دونم و تا چند سال دیگه یا حتی تا آخر عمرم بینش خواهد باشه ادامه بدم تا خیلی لذت بخشه. یا نمیدونم از ایران مهاجرت کنم و برم، چون دیگه الان شرایطشو داره. ممنون میشم که داستان منو پخش کنین و مردم منو راهنمایی کنن و بگن چی کار باید بکنم و به کامنت ها نظرشون رو برام بنویسن.